رحیم بازم باز آخر گفتم همش نشد چیکار شد رحیم این تهمت این کارا کردگی نیست. چیکار کردی آخر کی نیست دوستداری حقی فقط برای تو است تو در زندگیش وجود داری کسی دیگر وجود ندارد این را نفت کن حاضر که مادرت نیست به مادر تو در این خانه زندگی کردن نمیتوانی بیا السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام. خوب هستی؟ سوز هستی؟ خوب هستی؟ زندگی خوب؟ همکنین؟ مهمانخانه بیا برادر خوش اومدی. ماشاءالله. این برادرم در کانال شما اومده. السلام علیکم. سوز یک جان. رحیم پرداخت. ماشاءالله اینو کانال ما می اومدیم با دکان شما. این سر یک کیلو چای بگیرین. اکا بلوجان اول جایهای در کاری را برای مخلصان ما پیشنهاد کنیم بعد چای بعد کار با حضور میگیریم. اجازه بدید. نه الحمدلله پیش از همه کتابوش که میداریم ان شاء الله مهمونا را و بعدا ماساژ هست سیکورامور و بعدا چی میکنیم پیجاما در همین مسئله یک جای هم میتونید پیجاما گیری داره اکا بلوجان. نه الحمدلله این اینجا مترو براسلافسک ulica براسلافسک دom 6 و باز رایون خینتیدا الحمدلله ulica Kirova 10 корпус 2 و یا جای دیگه هست این مارسکی پارک مترو لوبلینا اونجا فقط دوربوی گیاهی میفروشه. باز هست یکون چیزی که برای مخلصان پیشنهاد کنیم. انشالله رفتیم. الان اکنون رحیم جان بعد از هجوما مهمونا را ما توصیه میتیم داروهای گیاهی برای پرستتی برای فربه شوی خراب شوی روغن ماهی برای نور چشم و این چنین دوخیا از دبی مقصد از ترکیه و توفه ها هر گونه میموشن برادر. با کدام نمره شما را یافتم میتونن مخلصان عزیز؟ نمرهایی که در روی اکران میبینیم همه وقت بنویسن در واتساپ انشالله ما هم وقت در خدمت رحیم جان. مرحمت دوستان عزیز با مرکز خدمت رسانی هیجومای زیارت شو خوش آمدید. اولی میدونید که عزیز شما هم میلادور است. عزیزم کلی کلی چی گپ شد برای دکازت کردن شما برای کی مرا تهمت نکنید. از کجا افتاد این رو همش در تلفنی من ثبت کرده است. یا همراه عزیزه زندگی میکنید یا این عزیزه رو نگاه بین میکنید یا برای عزیزه خونه میخرید یا من زندگی شما رو کلید میکنم. من رفتم. کلی چی گپ شد رحیم کلی چی گپ شد خودت با دست گیر کلی منو گوش کن کلی رحیم چی گپ شد رحیم بازم باز آخر گفتم همش نشد همش شد تو بازم این کردی باز نمیتوانم نه دیگر نمیتوانم رحیم با چی گپ شد آخه زندم جان چه شد آخه با رحیم حیات ما بسوزونم. چی شد آخه من هیچی نمیفهمم چی گپ شد رحیم جان جونیور چی شد فهم با من نترسون آخه خیلی چی گپ شد خیز بچه با خودتا با دست گیر خیز آخه چی گپ شد رحیم این تهمت این کارا کردگی نیست. چیکار کردی آخه تو چیکار کردی فهم من آخه زنم کار کرده سنگاشو گرفته خیز کریمه زنم این همه چی گپ شد آخه یک از گپ زنم چی گپ شد چی شد کلی یک روز در زندگی خوشتم یکی لحظه عرض کشیدیم زندگی مساد کردی
کی بیاد دختر جان چی شد چرا گریه میکنی ها شو تمام شو دختر جان شو بیا شو دختر جان چی شد کی تو را خفا کرد چی توقت کردن نه جان من فقط شما گوش میکردم نصیحتایش ما گوش میکردم لیکن دیگر نمیتوانم دیگر طاقت ندارم آخه. جان خیلی آخه من رفتم زندگیتون خوب بود دومون رو خرید میکردید فقط برای من یکم کمبودی نبود بگم در زندگی و برای چی قدر گریه میکنی تو گفت چی شد آخه چی کار شد نمیتوانم نمیشود دیگر چی نمیشود او گفت چی دومت غم داده شده است دومون یک کسی دیگر رو دوست میدارد دادا جان حالا گفت در کجا دختر جون در زندگی همه چی میشود میگذارد این دوستداری حقیقی نیست دوستداری حقیقی فقط برای تو است تو در زندگیش وجود داری کسی دیگر وجود ندارد این را نقد کن تو فکر میکنی که ما نکردیم ما در زندگی نکردیم نگذاشتیم همه ما از زندگی کرده گذاشتیم نه که اصلی زندگی همراه زن است زنی که دوستش میداری در حقیقت باور کن دختر جان این دوستداری حقیقی نیست دوستداری حقیقی فقط همراه تو است همراه تو میموند مرا نغز گوش کن از تو فرزند دارد ناگر دادا جان شما نمیفهمید دختر جان وای هیچ وقت فرزند خودش رو پرتوفته نمیرود باز میگویم همراه تو میموند و خواهد ماند این در سر هر یک انسان است در سر هر یک عائله است هر یک عائله به همین کار گرفتار است لیکن زندگی اساسی زنی که همراهش یا حیات هستی همراهی همون است فهمیدی؟ هیچ وقت فکری بد نکن دختر جان هیچ وقت خانه جدایی خود را فکر نکن عاقبت زندگی خودت را فکر کن عاقبت زندگی خودت با همراه شوهرت میمونی تو فکر میکنی که من به خانه پدرم آیم در خانه پدرم زندگی خوب میشود نه دختر جان وقتی که مادرت زنده بود میشد لیکن حاضر که مادرت نیست به مادر تو در این خانه زندگی کردن نمیتوانی تو خیال میکنی که در این خانه این کلمه‌اش رو تو روز میگم هیچ وقت زندگیت بود یک برای بخش شد رفتن بگیرم زندگی را قبر شوهرات را قبر هیچ وقت او از تو قهر کرده نمیرم میماند برای که فرزند دارد فرزند پیشی روحش را میگیرد و فقط او تو را دوست میدارد او دوستداری حقیقی نیست همه این دوستداری رو یکی است همش میگذارد دختر جان نه از در یاد گیر بعدی سری من وقتی که تو به خانه من میایی در این خانه سگ قدر دارد و تو قدر نمیکنی فهمیدی؟ هیچ وقت احترام نسبت تو نمیکنند زندگیت یک باره همراه اون کودکت بد شده میرود هیچ وقت فکری جدا شدن را نکن در یادت هم نیار قبل شوهرت بچه خوب است انشالله زندگی شما خوب میشود من باوری دارم حاضر من انشالله نصیب شوهری تو رو نصیحت میکنم هیچ وقت با راهی بد نخواهد رفت فقط آرام باش دختر جان بسیار فکری بد نکن گفتگی برای مونیس در کجاست؟ مونیس دادا جان لاگیر بودم هفته گذاشته در لاگیر است؟ خوب است؟ خوب است رفته خبر گیریم که؟ درست پس باید رفته گیرم رفته
وقتا گیر دختر جان امروز در خانه ما میلش فکر بد نکن گریه نکن در پیش ینگویت هیچ وقت گریه نکن عشق نریزان میلش مایلش داده جان هرچی که شما گفت عشق نریزان هیچ وقت در خانه من پگاه خودم تو را گرفته میبرم همه شما تینج میکنم میلش دختر جان هیچ وقت زیر نشم تو فرزندی من هستی تو خونی من هستی لیکن من هیچ وقت نمیخوام که اشکی تو رو در چشمانت بینم میلش دختر جان خداوند نگهبانت باشد هیچ وقت زیر نشم